بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به سلسله برنامه‌های حفر چای آب در مناطق مختلف البته افغانستان و ولایت‌های متعدد، این بار در قریه لنگر نواباد که مربوط قره‌باغ میشه اونجا قرار داریم. اهالی این منطقه از نبود آب کافی شاکی بودند، ولی الحمدلله چایی که اینجا حفر شده است میتونن با واسطه از این انشالله یک مدت زمانی زیادی از آوردن آب از مناطق خیلی دوردست البته اینا چی شون راحت باشن. دخترکا و خواهرکای عزیز ما هست اینجا. نام خود چی است؟ امرا جان. اسم چند هستی؟ اول خودت معلوم راستی حتما. اوه ماشاءالله. و قبلا از کجا می آوردی؟ قبلا از کجا می آوردی؟ از خانه عرب کوکا. از خانه عرب کوکا. خب از دی جواب نه بمبی او نبود؟ نه. خب اینیگه که تو بده با ما اینا تو بر بمبا بزن که میره بای خورخوندیت پر کنم. چقدر خوب یک آب ماشاءالله شفاف. بس 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 بس. خب دوستان عزیز، لینک‌ها شما مشاهده میکنین. ان شاء الله برنامه ما دوباره تکرار میکنیم، ادامه خواهد داشت. ما در خدمت شما هستیم.